یکی دیگر از ساک‌های اعزام شهدا به نام امیر اسدالله. کیف باز کنیم ببینیم این شهید بزرگوار که مادر عزیزشون با دستای نازنینشون این وسایل گذاشتن چه چیزایی. پیرن شهید، سجاده شهید، شفیعه شهید، لنگ حموم شهیده، این وسایل حموم، این لوازم بهداشتیشون مادرشون سنگ پا گذاشتن براشون، لیف گذاشتن برای شهید بزرگوار، حولشون بوده، زیرپوش شهید. اصلا داخل کیفشون همون سکه‌های قدیمی رایج اون زمان هم هست. فکر کنم 10 ریالی نمیشه. بله. این کیف پول خود شهیده. کاغذی که آدرس خونه‌شون رو داخلش. این آقا اینجا پول زیاده. پول شهید که بله آقا اینجا 1 تومانی 5000 بله 1 تومانی اینا پول شهید بوده که خدا به خرجم نکرده. این مادر شهید که براشون بادام گذاشتن. چند سال این بادام الان تو کیف هست. بادام اضافه کشمشای از همون زمان بله همون زمان کتونی چینی. آره تیرون پست هم که درباره شهید بله کتونی چینیای بازم اون قدیم. اینجا حتی درباره این خرید کفشی هم که نوشتن یه توضیحی دادن درباره همین کفشی. ان شاءالله اینم کاغذشو حتما براتون میذاریم داخل. تو جبهه بودن بازم مشغول کتاب درس. کتاب چیه؟ جلدشو بگیریم. مثلثات و هندسه. یعنی تو سن خیلی کمی اینا رفتن دنبال اون آرمان‌هایی که داشتن. بله اینا جورابایی که شهید جوراب فوتبال بوده. کیسه و لیف همون شهید. این برگ مهر خاصیه اون زمان. این صابون به تن اون شهید بزرگوار خورده. هنوز بعد از 30 و چند سال هنوز صابون داخل این لیفه. خانواده‌شون گفتن که این در استاکو باز نکرده بودن از اون موقع، یعنی دلشون نیومده. وقتی که شهیدو میارن خب مادر درست بیتابی داشتن ولی وقتی که ساک شهیدو میارن دیگه تابیش تو چندان شده. بله این هم قلمه که اونجا برای خوشنویسی شهید. پاکتای نامه قدیم اینم نقش زدن. بله جورابشون دیگه. بله. اینم که کیف اعزام شهید امیر اسداللهی ازوین. اینم که شمارهش 723 موقع شماره میزدن دوستان. روحشان شاد باشه ان شاء الله.